ای ملک جوانبخت، در زمان گذشته با اهل خلافت هارون الرشید بزرگان پسری داشت. ابوالحسن علی بن طاهر نام و آن بزرگان توانگر و با دولت و خوشروی بود. هر کس که او را میدید به صحبت او رغبت میکرد. او به اجازت خلیفه به دارالخلافه میرفت. همسران و کنیزان خلیفه او را دوست می‌داشتند و با خلیفه منادمت میکرد و اشعار در نزد او میخواند و از نوادر حکایات با او حدیث میگفت. ولی بیع الشرا و بازرگانیش مشغله بود. در دکان او جوان از فرزندان ملوک عجم که علی بن بکار نام داشت می نشست و آن جوان گلروی و سرفقامت و نیکو شمایل و شیرین سخن و گشاده جبین بود. اتفاقاً روز آن جوان با بزرگان نشسته از هر سو حدیث می گفتند. ناگاه 10 تن کنیزکان ماهروی و زهره جبین پدید شدند و در میان آنها دختری بود که چادری موسیلی بر سر و زانونار پرنقش و نگار بر میان داشت و به خچیری که زینی مسرع و رکاب زرین داشت سوار و با اعتدال قامت و حسن رخسار چنان بود که شاعر گفته: به از قامت و دیدار آن بوتی کشمیر، یکی زی ثور بلند و یکی زی بدر منیر. دل و برش به چی ماند؟ به نرمی و سختی، یکی به سخت حدید و یکی به نرم حریر. چون دخترکان به دکان ابوالحسن برسیدند، آن بدر منیر و خچیر به زیر آمد و در دکان ابوالحسن بنشست. او را سلام گفت. ابوالحسن جواب گفت. چون علی بن بکار او را بدید، عقلش برفت و طاقتش نماند. خواست که برخیزد. دخترک با او گفت: بنشین، برای چی وقتی که ما آمدیم تو می روی؟ علی بن بکار گفت: ای خاتون، به خدا سوگند، از آن چی دیدم همه گریزم که شاعر گفته: خواهی که مبتلا نشوی دیده ها بدوز، پیکان عشق را سپری باید آهنین. دخترک چون این سخن بشنید تبسم کرد و به ابوالحسن گفت: این جوان چه نام دارد و از کدام شهر است؟ ابوالحسن گفت: این جوانی غریب است و نامش علی بن بکار، پسری ملک عجم است. غریبان را گرامی داشتن بر همه کس فرض است. دخترک گفت: هر وقت که کنیز من نزد تو بیاید، این جوان را نزد من آر. پس دخترک برخاسته برفت. اما علی بن بکار به خودانه نشسته بود، نمیدانست که چی میگوید. چون ساعت برفت، کنیز آن ماهروی به نزد ابوالحسن آمد و گفت: خاتون تو را و آن جوان را میخواهد. ابوالحسن برخاسته با علی بن بکار به سوی قصر هارون الرشید روان شدند. کنیزک آنها را به قصر درآورد و در غرفه بنشاند. خوان گستردند و خوردنی خورده دست بشستند. آنگاه کنیزک آنها را به غرفه جداگانه برد که فرش‌های گوناگون از حریر و دیبا بر آنجا گسترده و به گوهرهای گرانبهایش زیور بسته بودند.
پس آنها با کنیز به تماشا مشغول بودند که ناگاه 10 تن کنیزکانی ستاره جبین که چشمی نظارگی در آنها خیره و عقلها حیران میشد در آمدند و پس از آنها 10 تن کنیزکان هوروشی دیگر که عود و دف و چنگ به دست داشتند در آمدند و عود و چنگ همی نواختند و اشعار همی خواندند. پس از آن 10 تن کنیزکان دوشیزه که هر یک فتنه روزگار و آشوب دیلی آبیدی پرهیزگار بودند در آمدند و بر دری غرفه بایستادند. پس از آن 10 تن کنیزکان که از آنها نکوتر و بدیع جمالتر بودند و جامه فاخر بر تن داشتند بیامدند و آنها نیز به دری غرفه بایستادند. پس از آن 20 تن کنیزکان در میان آنها دخترکی شمسون نهار نام چون ماه در میان ستارگان پدید شدند و شمسون نهار خرامان خرامان آمده به کرسی نشست. علی بن بکار او را بدید و ابوالحسن گفت اگر مرا از این کارها با خبر کنی مینت به جان من خواهد بود. و چون این بگفت بگریست و بنالید و نام آن دختر بپرسید. ابوالحسن گفت خوشدل باش که او بر تو عاشق است و قصد وصال تو دارد و نامش شمسون نهار که از خاصگان خلیفه هارون الرشید است و این مکان قصر خلافت است. پس از آن شمسون نهار بنشست و چشم به علی بن بکار دختر مفتون حسن جمال و قدی با اعتدال او بود. علی بن بکار را نیز نظر به شمایل بدیع شمسون نهار بود و هر دو اسیر محبت یکدیگر بودند. شمس اون نهار کنیزکان را فرمود که هر یک در مقام خود به کرسی بنشینند. آنگاه شمس النهار آنها را نغمه پرداختن فرمود. یکی از آنها تارهای عود را محکم کرده این ابیات برخواند: گر کسی صرف شنیده است که رفته است این است، یا صنوبر که بناگوش و برش سیمین است. وقتی آن است که مردم رهی صحرا گیرند، خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است. چمن امروز بهشت است، تو در مینایی، تا خلایق همه گویند که هلولین است. علی بن بکار را طرب و نشاط روی داد و به کنیزک گفت: از این طور اشعار چند بیت دیگر نیز بخوان. کنیزک تارهای عود به حرکت آورده این ابیات نیز برخواند: درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران با عیش بنشستند. بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، زی بس که عارف و عامی به رقص برجستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستند، نسیم گل بیشانیدند و توبه بیشکستند. چون کنیزک ابیات به انجام رسانید، شمس النهار به کنیزک دیگر گفت: تو نیز بخوان. پس کنیزک به طرب آمده چنگ بنواخت و این ابیات برخواند: گلبنان پیرایه بر خود کردند، بلبلان را در سما آوردند. خیمه بیرون بر که فراشان باد، فرش دیبا
در چمن گستردند. ساقیان لاابالی در طواف هوش میخوران مجلس بردند. چون شمس النهار خواندن کنیزک بدید، همیازه بکشید و با طرب و نشاط کنیزکی دیگر را خواندن فرمود. کنیزک این دو بیت برخواند: بوی گل و بانگ مرغ برخاست، ایامی نشاط و روزی صحراست. ما را سری باغ و بستان است، هر جا که تویی تفرج آنجاست. پس از آن علی بن بکار به کنیزکی دیگر که نزدیک او نشسته بود گفت: تو نیز بخوان. کنیزک عود به دست گرفته بنواخت و این ابیات برخواند: نفس وقت بهارم هوسی صحرا بود، با حریف دوک دایم ناتوان تنها بود. خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم، آن همه صورتی زیبا که بر آن دیبا بود. پارس در سایه اقبال اتابک امین، لیکن از ناله مرغان چمن غوغا بود. چون ابیات به انجام رسانید، علی بن بکار سرشک از دیده روان ساخت. چون شمس النهار گریستن او را بدید، آتش عشقش شعله‌ور گردید و شوق محبت قرارش ببرد. در حال از فراز کرسی برخاسته پیش علی بن بکار آمد و او را در آغوش کشید و او نیز دستها به میان شمس النهار کمر کرد و هر دو به خود بیفتادند. کنیزکان برخاسته آنها را برداشتند و به خلوتگاهشان برده گلاب بر آنها می پاشیدند تا به هوش آمدند. شمس النهار به ابوالحسن بازارگان گفت: از خدا می خواهم که مرا زنده گذارد تا تو را پاداشی نکو دهم. پس از آن شمس النهار رو به علی بن بکار کرده گفت: ای خواجه، بدان که محبت و عشق و شوق من در تو 100,000 چندان است که تو را با من است، ولی ما را جز شکیبایی چاره نیست. علی بن بکار گفت: ای خاتون، مرا به تو جمع آمدن دشوار است و آتش شوق من محال است که فرو نشیند. مهر تو از دلم به در نخواهد رفت مگر اینکه روانم از تن برود. چون این بگفت بگریست و آب دیده را چون باران فرو ریخت. شمس النهار از گریستن او بگریست. ابوالحسن گفت: به خدا سوگند که من در کار شما شگفت ماندم و در حالت شما حیرانم که اگر کار شما در وصل چنین باشد، در جدایی به چیستان خواهد بود. اکنون وقتی گریستن نیست، وقتی هنگام شادی و نشاط است. پس شمس النهار کنیزکی را اشارت کرد برفت. چون باز آمد، خدمتگاران با او بودند که مانده های نقره و زرندود پر از همه گونه خوردنی ها بیاوردند و مانده ها فرو چیدند. شمس النهار لقمه خود بخورد و لقمه به دهان علی بن بکار می نهاد تا سیر شدند و مانده ها برچیده شد.
آنگاه دستها شسته خود را با گلاب معطر ساختند. پس از آن تشت عقیق پر از باده انگوری بیاوردند. شمس النهار 10 کنیز از بهر خدمت و 10 کنیز از بهر طرب برگزید و سایر کنیزکان را اجازتی بازگشتن داد و کنیزکان عودزن را فرمود که عود بزنند و یکی از آنها عود به دست گرفته تارهای آن محکم کرده راه هوش بزد و این ابیات برخواند: کنون خورد باید من خوشگوار، که می بویی مشک آید از جویبار. همه بوستان زیری برگ گل است، همه باغ پر سوسن و سنبول است. گرازنده آهو براغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. چون ابیات به انجام رسانید، شمس النهار برخاست و قدح پیموده خود بخورد و قدحی دیگر به علی بن بکار داد. پس علی بن بکار باده بنوشید و قدح به شمس النهار رد کرد. شمس النهار قدح پر کرده به ابوالحسن بداد. ابوالحسن قدح بنوشید. پس از آن شمس النهار عود بگرفت و گفت که به قدح من دیگر شعر نسراید که من خواهم سرود. پس تارها را محکم کرده این 2 بیت برخواند: زی بحر عید نگارا همه چی سوزی عود، چرا شراب نپیمایی و نسازی عود. قدح به دستم و آواز چنگ بر گوشم، به از نگین سلیمان و نغمه داوود. علی بن بکار و ابوالحسن چون آوازی شمس النهار شنیدند، از طرب پریدن گرفتند و به شوخی و بازی مشغول بودند که کنیزک بیامد و از بیم می لرزید. گفت: ای خاتون، اینک خلیفه با عفیف و مسرور به در سرا رسیدند. چون حاضران سخن کنیزک بشنیدند، نزدیک شد از بیم هلاک شوند. ولی شمس النهار بخندید و گفت: هراس مدارید. پس از آن به کنیزک گفت: به خلیفه بگو ساعت صبر کند. آنگاه فرمود دری غرفه به حاضران فرو بستند و پرده ها بیاویختند و در قصر را نیز ببستند. شمس النهار خود به باغ درآمد و به کرسی بنشست. کنیزک پای او را همه مالید و سایری کنیزکان بازگشتند و به منزلهای خود رفتند. آنگاه مسرور جلاد با 20 تن غلامان که شمشیر در دست داشتند برسیدند و شمس النهار سلام دادند. شمس النهار گفت: از بهر چی آمده اید؟ گفتند: خلیفه تو را سلام رساند و او بس شوقمندی دیدار توست. خلیفه امروز بزم می داشت از شادی و نشاط آراسته. اکنون می خواهد که ختم شادمانی به وجود تو کند. آیا تو به نزد خلیفه می آیی یا او به نزد تو آید؟ شمس النهار چون فرمان خلیفه بشنید، برخاسته زمین ببوسید. در حال کنیزکان را بخواست و خادم به نزد خلیفه فرستاده گفت: خلیفه را با خبر کن که من
پس از اندک زمانه که مکان از برای خلیفه مهیا کنم در انتظار نشسته خواهم بود. خادم به نزد خلیفه رفت و پیامی شمس النهار به خلیفه رسانید. اما شمس النهار برخاسته به نزد معشوق خود علی بن بکار رفت و او را به سینه خود چسبانیده وداعش کرد. علی بن بکار بگریست و گفت: ای خاتون، این چه وداعی است؟ خدا مرا شکیبایی دهد که من در جدایی تو هلاک خواهم شد. شمس النهار گفت: به خدا سوگند که جز من کس هلاک نخواهد شد. راز من به زودی آشکار خواهد شد و به هلاکت اندر خواهم افتاد. خاصه امشب که به خلیفه وعده دادم و این کار به خطری بزرگ خواهم افتاد، زیرا با محبتی که مرا با توست و افسوسی که در جدایی تو خواهم خورد، چگونه توانم نغمه پردازم و با کدام دل با خلیفه توانم نشست و با کدام زبان با خلیفه سخن خواهم گفت و مکانی را که تو در آنجا نیستی چگونه نظر کنم و چیسان با جمع نشینم که تو با آنها نباشی و با کدام ذوق شراب بنوشم که تو حضور نداری. ابوالحسن به شمس النهار گفت: حیرت به یک سو بینه و امشب از منادیمت خلیفه غفلت مکن و سستی با او آشکار مساز. پس آنها در گفتگو بودند که کنیزک در رسید و گفت: ای خاتون، غلامان خلیفه در آمدند. پس شمس النهار برخاست و به کنیزک گفت: ابوالحسن را با رفیق او به ایوان رو به باغ ببر و در آنجا بنشان تا شب تاریک گردد، آنگاه به حیله بیرون کن. پس کنیز آنها را به همان ایوان برده در به روی آنها ببست. آنها نشسته به باغ نگاه می‌کردند که ناگاه خلیفه بیامد و 100 تن خادمان شمشیر به دست در پیش خلیفه و 20 تن کنیزکان ماهرو از چپ و راست او می آمدند و کنیزکان را جامه های فاخر بر تن و تاج های مکلل در سر و هر یک شمع روشن در دست داشتند. پس شمس النهار با کنیزکان برخاسته خلیفه را استقبال کردند و در پیش خلیفه زمین ببوسیدند و با خلیفه می آمدند تا خلیفه به کرسی بنشست و خادمان و کنیزان به دور او صف کشیدند. شمعها روشن بود، دف و چنگ و عود می زدند. آنگاه خلیفه بعضی را اجازه بازگشتن داد و بعضی را نشستن فرمود. شمس النهار به کرسی در پهلوی کرسی خلیفه بنشست و با خلیفه به حدیث در پیوستند. همه اینها را ابوالحسن و علی بن بکار می دیدند و می شنیدند، ولی خلیفه آنها را نمی دید. پس از آن خلیفه با شمس النهار شوخی و بازی را سر کرد. از بس که شمع بسیار افروخته بودند، آن مکان در تاریکی چون روز روشن شد. پس از آن ساقیان ساغرهای شراب به کف گرفتند. ابوالحسن گفت: تا اکنون چنین مشرفه های گران قیمت ندیدم. اینها گوهرهایی هستند که نام اینها را نشنیدم. بر من چنین می نماید که
خواب میبینم. اما علی بن بکار از آن ساعت که از شمس النهار جدا گشت به شور عشق به خود افتاده بود. چون به خود آمد و به آن مجلس نظر کرد، به ابوالحسن گفت: ای برادر، مرا بیم از آن است که خلیفه به سوی ما نظر کند و از حال ما آگاه شود. بیشتر ترس من بر توست، وگرنه من میدانم که خود از جمله هلاکان هستم و سبب هلاک من جز عشق نخواهد بود. از خدا میخواهم که ما را از این گرفتاری خلاص کند. القصه: ابوالحسن و علی بن بکار از منظره نظاره میکردند تا اینکه خلیفه رو به کنیز آورده گفت: ای عاشق پیشه، اگر در نزد تو سماعی طرب‌انگیزی هست بیار. پس کنیزک نغمه پرداخته این ابیات برخواند: روی بپوش ای قمری خانگی، تا نکشد عقل به دیوانگی. بوالعجبی های جمالت ببست، چشم خیرتمندی و فرزانگی. با تو نشینم به کدام آبرو، وز تو گریزم به چه فرزانگی. با تو برآمیختنم آرزوست، وز همه کس وحشت و بیگانگی. چون شمس النهار ابیات بشنید، از فراز کرسی به خود بیفتاد. کنیزکان برخاسته او را برداشتند. چون علی بن بکار این را بدید، به خود افتاد. ابوالحسن گفت: سبحان الله، قضا عشق را در میان شما دو نیمه بخش کرده. پس آنها در صحبت بودند. ناگاه کنیزکی که آنها را به آنجا آورده بود بیامد و گفت: ای ابوالحسن، برخیزید و از ایوان فرود آیید که دنیا به ما تنگ شد و ما را بیم از آن است که راز شما آشکار شود. ابوالحسن گفت: این جوان چگونه تواند با من رفت که او را توانایی برخاستن نیست؟ پس کنیز پیش آمد و گلاب به علی بن بکار بپاشید تا اینکه به هوش آمد. ابوالحسن و کنیز او را برداشته از ایوان فرود آوردند. چون اندک راه برفتند، کنیزک دریچه آهنین بگشاد. ابوالحسن و علی بن بکار به مصطبه برآمدند. پس از آن کنیزک دستها به یکدیگر زد، زورق پیدا شد و کسی در میان آن زورق بود. کنیز آنها را به زورق بنشاند و به آن شخص گفت: اینها را به ساحل برسان. چون آنها از باغ جدا گشته به زورق نشستند، علی بن بکار به باغ به ایوان نگریسته بگریست. پس از آن کنیزک به ملاح گفت: بشتاب. ملاح در راندن زورق همه شتافت. چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 154 در آمد، گفت: ای ملک جوان بخت، ملاح در بردن آنها تعجیل میکرد تا اینکه به ساحل رسیدند. کنیز آنها را ودا کرده بازگشت و گفت: قصد این بود که از شما جدا نشوم، ولی قدرت ندارم که از این مکان آن سوتر روم.
چون کنیزک بازگشت، علی بن بکار در پیش ابوالحسن به خودانه بیفتاد و قدرتی برخاستن نداشت. ابوالحسن گفت برخیز، اینجا نه جای نشستن است، در اینجا دوستان و حرامیانند. پس علی بن بکار برخاسته اندک اندک می رفتند و او قدرت نداشت. ابوالحسن را در آن سوی دجله دوستان بودند. به خانه یکی از آنها که اعتماد بر او داشت روان شدند و در خانه او بکفتند. آن دوست به سرعت به در آمد و چون آنها را دید سلام گفت و به خانه آورده بنشاند و با آنها در حدیث شد. پرسید که در کجا بودید؟ ابوالحسن گفت با کسی معامله داشتیم، شنیدم که او مالی مرا برداشته به سفر می رود. من ناچار از برای او برآمدم و رفیق خود علی بن بکار را همراه گرفتم. آن شخص از من پنهان شد، او را نیافتم و با دستی خالی بازگشتم. چون در این وقت برگشتن بر ما دشوار بود و جز خانه تو جای نمیدانستم، به اینجا آمدیم. پس صاحب خانه او را گرامی بداشت و بقیه شب را در آنجا بماندند. چون بامداد شد از آنجا بیرون شدند و رفته به خانه ابوالحسن رسیدند. ابوالحسن علی بن بکار را به خانه برد. اندک در آنجا بخفتند. چون بیدار شدند، ابوالحسن خادمان خود را فرمود که خانه را فرش فاخر بگستردند. خادمان فرش بگستردند. علی بن بکار چون بیدار شد، آب خواسته دست نماز بگرفت و آنچه فرائض روزانه و شبانه از او فوت شده بود قضا کرد. ابوالحسن پیش رفته گفت یا سیدی، مناسبی حال تو این است که امشب در نزد من باشی و با من به صحبت نشینی تا حزن اندوه تو برود و دلت بکشاید. علی بن بکار گفت ای برادر، هر آنچه دانی بکن که من در هر حال خلاص نخواهم شد و مرا از درد عشق رهایی نیست. پس ابوالحسن خادمان را بخواست و یاران را حاضر آورد و به مغنیان و اصحاب طرب کس فرستاده همگی را جمع آورد و باقی آن روز را با شراب نوشی و عیش و نشاط مشغول شدند. پس از آن شمعها روشن کرده و با دگوساری نشسته خوشوقت بودند. آنگاه کنیزک عود بگرفت و این شعر بخواند: مرا چه وقت خزان و مرا چه وقت بهار، چو دور باید بادن همه زیروی نگار. بهار من روحی او بود، دور ماندم از او، برابر آید بر من کنون خزان و بهار. چون علی بن بکار شعری کنیزک شنید، به خود افتاد تا دمیدن فجر به خود بود. ابوالحسن از او ناامید شد. چون آفتاب برآمد، علی بن بکار به خود آمد و خواست به خانه خود رود. ابوالحسن از بیم عاقبت کار معنش نکرد. خادمان اسب آورده علی بن بکار را سوار کردند
و ابوالحسن نیز با او برفت تا او را به خانه خودش رسانید. چون در خانه قرار گرفت، ابوالحسن حمد خدا به جا آورد و با خود گفت از ورطه بزرگ خلاص شدم. پس ابوالحسن او را تسلی داده به شکیباییش ترغیب کرد. او از شدت عشق از خود بیگانه بود و خودداری نمی توانست. پس ابوالحسن او را وداع کرد. چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد. شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 155 در آمد، گفت ای ملک جوانبخت. ابوالحسن چون او را وداع کرد، علی بن بکار به او گفت ای برادر، مرا از خبرها آگاه کن. ابوالحسن گفت بسیار خوب. پس از آن ابوالحسن برخاسته به دکان رفت. دکان گشاده چشم بر راهی خبری شمس النهار بنشست. آن روز خبری نرسید. شب را در خانه خود به روز آورد. بامدادان برخاسته به خانه علی بن بکار آمد. او را دید که به بستر افتاده و یاران او بر وی گرد آمدند و حکیمان در نزد او نشستند. نبض او را گرفته هر یک سخن بگوید. چون ابوالحسن به خانه در آمد، علی بن بکار او را بدید و تبسم کرد. ابوالحسن او را سلام کرده از احوالش باز پرسید و در بالین او بنشست تا مردمان بیرون رفتند. آنگاه ابوالحسن به او گفت این چه حال است؟ علی بن بکار گفت ای برادر، مرا هجران آن پری پیکر رنجور کرد و خبری بیماری من شایع شد. یاران من این خبر شنیده به دیدن من آمدند. لیکن ای برادر، بازگو که کنیزک شمس النهار را دیده ای و از او خبر شنیده ای یا نه؟ ابوالحسن گفت از وقتی که در کنار دجله از هم جدا شدیم نیامده و خبر نرسیده. پس از آن ابوالحسن گفت ای برادر، از رسوایی حذر کن و این گریستن به یک سونه. علی بن بکار گفت ای برادر، خودداری نتوانم کرد. این بگفت آه برکشیده بنالید و این ابیات برخواند: لاابالی چی کند دفتری دانایی را، دفتر و وزن نباشد سری سودایی را. عاشقان را چی غم از سرزنیشی دشمن و دوست، یا غمی دوست خورم یا غمی رسوایی را. من همان دم دل و دین جمله به یغما دادم، که مقید شدم آن دلبری یغمان را. چون ابیات به انجام رسانید گفت به مناسبت گرفتار شدم که تا کنون از او در کنار بودم و راحت خود را به جز مرگ در چیزی نمی دانم. ابوالحسن گفت صبر کن، شاید خدا تو را به مقصد برساند. پس از آن ابوالحسن از خانه برآمد و به دکان روان شد. دکان گشاده اندکی نشسته بود که کنیزک نمایان شد و ابوالحسن را سلام کرد. ابوالحسن جواب گفت و به کنیزک نظر کرده او را
پریشان حال و محزون یافت. از حالت شمس النهار جویان شد. کنیز گفت خواهم گفت که تو اول حال علی بن بکار را بازگو. پس ابوالحسن احوال علی بن بکار را به کنیزک بیان کرد. کنیزک در عجب شد و افسوس خورده آه برکشید. پس از آن گفت خاتون مرا حال از این عجیبتر است، از آن که چون شما از زورق برآمدید من بازگشتم، ولی از بحر شما دلم در تشویش بود و خلاصی شما را باور نمی کردم. چون به نزد خاتون خود شمس النهار رفتم، دیدم که به خود افتاده نه سخن می گوید و نه ردی جواب می کند. خلیفه به نزد او نشسته سبب آن حالت نمی دانست و از کارش آگاهی نداشت تا نیمه شب به خود بود. چون به خود آمد خلیفه به او گفت ای شمس النهار، بر تو چی رسیده و چی حالت است که امشب تو را روی داده؟ چون شمس النهار سخن خلیفه بشنید پای خلیفه ببوسید و به او گفت از بخار غذا سرم بگشت و حالم دیگرگون شد و به خود بیفتادم. نمیدانم که حال من چگونه خواهد شد. خلیفه گفت ای شمس النهار، چه خورده بودی؟ شمس النهار گفت چیز ناگوار خوردم که هرگز نخورده بودم. پس از آن شمس النهار شراب خواست. چون شراب بنوشید مرا نزد خود خواند و ماجرای شما را آهسته از من بپرسید. من شعر را که علی بن بکار در زورق خوانده بود بر او خواندم. آه برکشیده خاموش شد. آنگاه خلیفه کنیزک را سرود خواندن فرمود. کنیزک این دو بیت برخواند: کاش آن دلبری طناز که من کشته اویم، باری دیگر بگذشتی که کند زنده ببویم. ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم. چه کنم نیست دل چون دل او زاهن و رویم. چون شمس النهار ابیات بشنید به خود افتاد. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 156 در آمد گفت ای ملک جوانبخت. کنیزی شمس النهار به ابوالحسن گفت چون خاتون من ابیات بشنید به خود افتاد. من دست او را گرفته گلاب بر او افشاندم تا به خود آمد. گفتم ای خاتون خود را رسوا مکن، تو را به جان معشوقت سوگند می دهم که شکیبایی پیش گیر. شمس النهار گفت از مرگ بالاتر چیزی نیست. من مرگ را خواهانم که راحت من در آن است. ما در این گفتگو بودیم که کنیزک دیگر گفته شاعر بخواند: کارم همه ناله و خروش است امشب، نه صبر پدید است و نه هوش است امشب. دوشم خوش بود ساعتی بیداری، کفاره خوشدلی دوش است امشب. چون کنیزک دو بیتی بخواند شمس النهار به خود افتاد. خلیفه به تابانه به سوی او آمده فرمود. مانده شراب برداشتند و
کنیزکان هر یک به سرای خود بازگشتند. خلیفه باقی آن شب را در نزد شمس النهار به سر برد. چون بامداد شد، طبیبان حاضر آورد و آنها را به معالجه شمس النهار امر فرمود و نمی‌دانست که بیماری او از عشق است. در این مدت کاری ما این و سبب دیر آمدن من پیش شما همین بود. اکنون جماعت نزد او نشستند و او ما را نزد شما فرستاد که از کار علی بن بکار آگاه گشته خبر بر او رسانم. چون ابوالحسن از کنیزک این بشنید، شگفت ماند و به او گفت: خبر علی بن بکار به کم و بیش همان بود که به تو گفتم. تو به نزد خاتون بازگرد و ماجرا به او بگو و او را به شکیبایی و پوشیدن راز ترغیب کن و بگو که من دانسته‌ام کار او کاری است دشوار، حاجت به تدبیر دارد. پس کنیزک ابوالحسن را ثنا گفته بازگشت. ابوالحسن تا هنگام شام در دکان بود. آنگاه برخاسته دکان برچیده به خانه علی بن بکار بیامد و در بکفت. خادمان بیرون آمده ابوالحسن را به خانه بردند. چون علی بن بکار او را بدید، تبسم کرد و از آمدنش شادمان شد. با او گفت: امروز جدایی تو روان من بکاست و به حزن من بیفزود. من میخواهم که پیوسته با تو باشم و جان به تو فدا کنم. ابوالحسن گفت: این سخن مگو که اگر مرا 1000 جان باشد همه رو به تو فدا کنم. بدان که امروز کنیزکی شمس النهار نزد من آمد و مرا خبر داد از اینکه دیر کردن او را سبب نبوده مگر اینکه خلیفه در نزد خاتون او شمس النهار بوده است و مرا از حال خاتون خود خبردار کرد. پس ابوالحسن آنچه که از کنیزک شنیده بود بیان کرد. علی بن بکار محزونتر شد و بگریست. پس از آن رو به ابوالحسن کرده گفت: از برای خدا مرا یاری کن و در این بلایی که گرفتار شدم مونس من باش. بگو چه حیله سازم و از تو تمنا دارم که به من رحم کرده امشب انیس من باشی و در نزد من بروز آوری. ابوالحسن خواهش او بپذیرفت و آن شب در نزد علی بن بکار بماند. از هر سوی حدیث گفتند. پس از آن علی بن بکار بگریست و این ابیات برخواند: اگر مور سخن گوید، اگر موی روان دارد، من آن مور سخن گویم، من آن مویم که جان دارد. تنم چون سایه موی، دلم چون دیده موره، زی هجری غالیه موی که چون موران میان دارد. اگر با موی و با موره شبان روزی شوم همره، نه موی از من خبر دارد، نه مور از من نشان دارد. چون علی بن بکار ابیات به انجام رسانید، فریاد زد و به خود افتاد. ابوالحسن چنان دانست که روان از تن علی بن بکار بدر شد و پیوسته به خود بود تا اینکه آفتاب برآمد. آنگاه به خود آمد و با ابوالحسن سخن می گفت و
ابوالحسن در نزد او نشسته بود که آفتاب بلند شد. پس ابوالحسن از نزد او برخاسته به دکان رفت و دکان می گشود که کنیزک آمد و در نزد او بایستاد. چون ابوالحسن به کنیزک نظر کرد، کنیزک با اشاره سلام کرد. ابوالحسن ردی سلام نمود. پس از آن کنیزک سلام شمس النهار برسانید و از حال علی بن بکار باز پرسید. ابوالحسن گفت: ای کنیزک، حال او مپرس و از رنج و مهنت او جویان مباش که او نه شب خواب دارد و نه روز راحت. بیداری رنجور و نزارش کرده، ملامت و حوزی برو چیره گشته. کنیزک گفت: خاتون من شمس النهار تو را و او را سلام رسانیده، رقعه‌ای به او نوشته و حالت او بدتر از حالت علی بن بکار است و گفته است که تا رقعه را جواب نبرم باز نگردم. باید تو مرا به نزد علی بن بکار بری تا جوابی رقعه از او بستانم. ابوالحسن دکان بسته با کنیزک روان شد. چون به در خانه علی بن بکار رسیدند، کنیزک را به در خانه گذاشته خود به درون رفت. چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 157 در آمد، گفت: ای ملک جوانبخت. ابوالحسن کنیز را به در خانه گذاشته خود به درون رفت. چون علی بن بکار او را بدید، فرحناک شد. ابوالحسن گفت که شمس النهار کنیز خود را فرستاده و رقعه نوشته است. در آن رقعه تو را سلام رسانیده، از نآمدن خود عذر خواسته است. کنیزک بیرون در ایستاده، اگر به آمدنش جواب دهی بیارمش. علی بن بکار جواب داد. ابوالحسن کنیز را بیاورد. چون علی بن بکار او را بدید، فرحناک شد. کنیزک رقعه را گرفته به علی بن بکار داد. علی بن بکار رقعه گرفته ببوسید و بخواند و به ابوالحسن بداد. ابوالحسن از این 2 بیت بر او نوشته یافت: خدایگانا جان منا به جان و سرت، که جان بشد زبرم تا جدا شدم زبرت. اگرچه خواب و خوری من چو زهر گشت رواست، به هر کجا که تویی نوش باد خواب و خورت. پس از آن نوشته بود که شمه از شهر حالم این است که چشم دارم بیدار و دل از درد هجران فگار. اندرون دارم پر از آتش سوزان و لب قرینی ناله و افغان. گویا من از عشق آفریده شدم و نصیب من اندوه و حزن بوده است که بیماری بر من هر ساعت پی در پی می آید و شوق و عشق من همه افزاید. بدان که شکایت کردن من آتش این بلیه را فرو ننشاند، ولیکن بیماران مهنت ناشکیبان را دارد و گرفتاران مصیبت جدایی را سبب تسلی تواند بود و خود را به نوشتن نامه می فریبم و به امید وصال خود را تسلی می دهم. چنان که شاعر گفته:
مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه صد رحم از هجر توست بیم هلاک. ابوالحسن گفت که چون رقعه را خواندم، عبارتهای آن اندوهی مرا زیاد کرد و معانی آن دل مرا بسوخت. پس از آن رقعه به کنیز دادم. علی بن بکار به کنیز گفت که سلام من به خاتون برسان و او را از حالت من آگاه کن. پس از آن بگریست و کنیز نیز به گریستن او بگریست و علی بن بکار را ودا کرده از نزد او به در شد و ابوالحسن نیز با کنیز بیرون آمد و او را ودا کرده به دکان رفت. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 158 در آمد، گفت ای ملک جوانبخت. ابوالحسن کنیزک را ودا کرده به دکان رفت و دلتنگ و پریشان حال در دکان نشست. آن روز و آن شب را سر در گریبان حیرت داشت. چون روز دوم شد به نزد علی بن بکار رفت و در نزد او چندان بنشست که حاضران رفتند. آنگاه از حالش پرسید. علی بن بکار از رنج عشق و اندوه جدایی شکایت آغاز کرد و این ابیات برخواند: زی انسان که منم در طلبی روی تو ای دوست، هرگز نبود اندر طلبی لیلی مجنون. به تو دل من هست چو قانونی پرآتش، و از عشق تو سرد است دلم چون مهی قانون. ای عاشق دل شفته بگذر ز ره عشق، کز وسوسه عشق شود اختر وارون. ابوالحسن گفت من چون تو در عشق ندیده و نشنیدم. تو را که یار مهربان و موافق است به اینسان هستی چگونه بوده اگر یاری تو نامهربان، ستمکار و دلآزار می شد؟ ابوالحسن گفته است که پند مرا شنید، ناله و زاری ترک کرد و مرا ثنا گفت. اما من رفیقی داشتم که از کار من و علی بن بکار آگاه بود و جز او کس از کار ما آگاهی نداشت. روز او حالی علی بن بکار و شمس النهار از من باز پرسید. گفتم آنها را شور عشق در سرحدی کمال است و میانه آنها محبت به نهایت رسیده، ولیکن من در کار خود تدبیر کردم و میخواهم که تدبیر به تو گویم. رفیقی ابوالحسن گفت آن تدبیر کدام است؟ ابوالحسن گفت من مردی هستم مشهور و با زنان و مردان دارالخلافه معامله دارم. بیم من از آن است که راز آنها آشکار شود و من به هلاکت رفتم و مال من برود. مرا رأی چنین است که مال خود جمع کرده به بصره سفر کنم و چند در آنجا بمانم تا بینم کار اینها به کجا خواهد رسید، زیرا که اینها به مراسلت و مکاتبات پرداختند و در بین آنها کنیزک رسول است. شاید که او از آمد و شد برنجد و راز آنها آشکار سازد و خبر شایع شود، آنگاه خلاصی من محال است. رفیقی ابوالحسن گفت من این حکایت شنیده بودم. این کار کاری است بزرگ. خیرتمند باید از این گونه کارها برحذر باشد.
و خدا تو را از شر این واقعه نگاه دارد. همین تدبیر که کرده ای عین ثواب است. در حال ابوالحسن به منزل خود بازگشت و به فراهم آوردن اسباب سفر مشغول شد. پس از 3 روز به سوی بصره روان گشت و رفیق ابوالحسن پس از 3 روز به زیارت او آمد. ابوالحسن را در خانه نیافت. از همسایگان جویان شد. گفتند به بصره رفت و به زودی خواهد آمد. آن مرد در کار ابوالحسن حیران شد و خود نیز نمی‌دانست که به کدام سوی رود. گفت کاش از ابوالحسن جدا نمی‌گشتم. پس از آن قصد خانه علی بن بکار کرد. چون به آنجا رسید به خادمان علی بن بکار گفت از خواجه آمدن مرا اجازه بخواهید. خادمان اجازه خواسته او را به درون بردند. علی بن بکار را دید که به بستر افتاده بر او سلام کرد. علی بن بکار ردی سلام گفت. پس آن مرد گفت یا سیدی، میانه من و ابوالحسن صداقت و دوستی بود و من رازهای خود به او می سپردم و ساعت از او جدا نمی گشتم، ولی از برای کاری ضرور 3 روز از وی غیبت کردم. چون باز آمدم دکان او را بسته یافتم. از همسایگان او پرسیدم، گفتند به سفر بصره روان گشته است. از آنجا که دوستی و محبتی تو را با او می‌دانستم پیش تو آمدم که خبری او باز پرسم. چون علی بن بکار این سخن شنید گونه‌اش متغیر شد و به تشویش افتاده گفت من پیش از آن که تو بگویی از سفر او بیخبر بودم و اگر کار چنین باشد که تو گفتی رنجها از برای من پدید شد که پایان ندارد و به مهنتی تازه گرفتار گشتم. پس آب از دیده بریخت و این 2 بیت برخواند: فراق دوستانش باد و یاران، که ما را دور کرد از دوستداران. دلم در بند تنهایی نفرسود، چو بلبل در قفس فصلی بهاران. پس از آن به فکر فرو رفت. پس از ساعت سر بر کرده به خادم گفت که به خانه ابوالحسن رفت و حال او باز پرس که به کدام شهر سفر کرده. خادم برفت و ساعت غایب بود. پس از ساعت بیامد و به علی بن بکار گفت حالی ابوالحسن پرسیدم به بصره سفر کرده، لیکن کنیزک به در خانه ابوالحسن یافتم که مرا شناخت و من او را نشناختم. او به من گفت که تو خادم علی بن بکار هستی. گفتم آره. کنیزک گفت با من نامه است به سوی علی بن بکار از مهربانترین خلق به سوی او. همان کنیزک با من آمد و اکنون بر در ایستاده. علی بن بکار گفت کنیزک را نزد من آور. خادم بیرون رفته او را بیاورد. آن مرد که در نزد علی بن بکار نشسته بود به کنیزک نظر کرده او را بس شوخ و ظریف یافت. پس از آن کنیزک پیش آمده به علی بن بکار سلام کرد. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 159 در آمد گفت ای ملک جهان بخت. کنیزک نزد علی بن بکار آمده سلام داد و با او پنهانی حدیث گفت.
پس از آن وداع کرده بازگشت. آن مرد که در نزد علی بن بکار نشسته بود شغلی گوهر فروشی داشت. چون کنیزک بازگشت، گوهر فروش مکان را خلوت دید و از برای سخن گفتن مجال یافت. به علی بن بکار گفت گمان دارم که از دارالخلافه تو را وامی هست و یا میانه تو و آنجا معاملت هست. علی بن بکار گفت این را از کجا دانستی؟ گوهر فروش گفت من این کنیزک را می شناسم. این کنیزی شمس النهار است و چند پیش از این پیش من آمده رقعه آورده بود و از برای شمس النهار گردنبندی مرصع می خواست. من گردنبندی گرانبها برای او فرستادم. چون علی بن بکار این سخن بشنید مضطرب شد و بیمی هلاک کرد، ولیکن خودداری کرده به گوهر فروش گفت ای برادر، تو را به خدا سوگند می دهم که راستی به من بگو که تو شمس النهار را از کجا می شناسی؟ گوهر فروش گفت از من هراس مکن و بیم مدار، مرا از راز خود آگاه کن و سبب بیماری خود از من پوشیده مدار. پس علی بن بکار ماجرای خود بیان کرد و گفت ای برادر، به خدا سوگند که سببی پوشیده داشتن راز از غیر از این است که از مردم بیم دارم که آنها راز نگاه نمی دارند و پاس دوستی نمی کنند. گوهر فروش به علی بن بکار گفت من از شدت میل و غایت محبت که با تو داشتم خواستم نزد تو آیم و در زمان غیبت ابوالحسن از او یادگار باشم و تو را مونس و همدم شوم. اکنون تو دل خوش دار و از من هراس مکن. علی بن بکار او را سپاس گفت و این دو بیت برخواند: دل من تنگ و اشک من غماز، در دلم کی نهفته ماند راز. گفتم ای دل به دام عشق مسوز، نشنیدی کنون بسوز و بساز. پس از آن به گوهر فروش گفت که آیا دانستی که کنیزک با من پنهانی چی گفت؟ گوهر فروش گفت ندانستم. علی بن بکار گفت او را گمان این بود که ابوالحسن با اشاره من به بصره سفر کرده و این تدبیر از من است که نامه و پیغام در میان نباشد. من سوگند خوردم که چنین کار نشده. او سخن نپذیرفت و سوگندهای مرا باور نکرد و با همان گمانی بد به نزد خاتون رفت، زیرا که همین کنیز ابوالحسن را دوست می داشت. گوهر فروش گفت ای برادر، انشالله من تو را یاری کنم و تو را به مقصود رسانم. علی بن بکار گفت با او چگونه کنم که او چون آهوی وحشی از من رمان است؟ گوهر فروش گفت ناچار در یاری تو جهد کنم و در رسانیدن تو بر او حیله ها سازم، به آن که پرده برداشته شود و یا تو را ضرری رسد. پس از آن گوهر فروش بازگشت را اجازه خواست. علی بن بکار گفت ای برادر، زینهار راز پوشیده دار. آنگاه گوهر فروش به او نظر کرده بگریست و او را وداع کرده بازگشت. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 160 در آمد گفت ای ملک جوانبخت، گوهر فروش
علی بن بکار را ودا کرده بازگشت و نمیدانست که در کار علی بن بکار چی کند. راه می رفت و در فکری کاری علی بن بکار بود که دید بر راه ورقه افتاده. آن را برداشته عنوان آن خواند. دید که از دوست به دوست نوشته شده است. پس ورقه بگشاد. این ابیات در آن نوشته یافت: جانا به داغ هجر دلم مبتلا مکن، یک باره راه دوستی از من رها مکن. تا پای من کشاده نگردد ز دام عشق، دستی مرا ز دامن صحبت جدا مکن. بیگانوار روی مگردان ز مهر من، با اندوه و فراق مرا آشنا مکن. و پس از ابیات چنین نوشته بود که ای خواجه من، سببی بریدن مراسله و پیغام ندانستم. اگر تو قصد جفا داری من به پاداش وفا خواهم کرد، و اگر تو را مهر اندک شده مرا محبت افزون گشته. به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، ز من بریدی و با دیگری نپیوستم. گوهر فروش ورقه رو میخواند که ناگاه کنیزکی بیرسید و به چپ و راست نظر میکرد. چون ورقه رو در دست او دید گفت: یا سیدی، این ورقه از من افتاده است. گوهر فروش جواب نگفت و بیرفت. کنیزک نیز بر اثر او بیرفت تا اینکه گوهر فروش به خانه خود داخل شد و کنیزک نیز به خانه درآمد و به گوهر فروش گفت: یا سیدی، ورقه رو به من ده که آن از من افتاده است. گوهری رو به کنیز آورده گفت: ای کنیز، هراس مکن و محزون مباش، لیکن به راستی سخن بگو و مرا از واقعه آگاه کن که من راستپوش هستم و در کار خاتون خود از من هراس مکن. امیدوارم که من به روا کردن حاجت او فایده بخش باشم و کارهای دشوار در دست من آسان گردد. کنیزک چون سخن او بشنید گفت: یا سیدی، رازی که بر تو سپرند هرگز آشکار نشود و حاجتی که تو در آن بکوشی البته روا خواهد بود. بدان که دل من به تو مایل شد. من حقیقت کار به تو بازگویم. پس واقعه را از آغاز تا انجام بیان کرد. گوهر فروش گفت: راست گفتی، من نیز از واقعه آگاهم. پس از آن گوهری آنچه که میانه او و علی بن بکار گذشته بود بیان کرد. کنیزک چون آن بشنید فرحناک شد و هر دو را رأی بر این شد که ورقه را به علی بن بکار برسانند و هرچی که در آنجا روی دهد و پاسخی که او بشنود نخست نزد گوهر فروش آمده او را با خبر کند. پس از آن نزد خاتون خود رود. پس کنیزک ورقه گرفت و مهر بزد. پس از آن گوهری را ودا کرده به نزد علی بن بکار رفت. دید که او در انتظار است. ورقه را به او داد. علی بن بکار ورقه را خوانده جواب نوشت و به کنیزک بداد. کنیزک بازگشته به نزد گوهر فروش آمد. گوهر فروش مهر از ورقه برداشته خواند و دید که در آن نوشته است: صنما،
هجری تو عمرم به گران آورده است، انتظاری تو دلم را به فغان آورده است. نیست چون باد مرا در طلب تو آرام، تا مرا باد ز بوی تو نشان آورده است. و پس از آن نوشته است: از من جفا سر نزده است و وفا ترک نکردم و پیمان نشکستم و دوستی نبریدم و ساعت از اندوه جدا نگشتم و به جز آنچه که تو میخواهی نخواستم و به خدا سوگند که جز وصال تو قصد ندارم و عشق را پوشیده می دارم، اگرچه بیماری ها به من روی دهد و شرح حال من همین است و سلام. چون گوهر فروش ورقه بخواند و مضمون بدانست بگریست. پس از آن کنیز گفت که از اینجا به در مشو تا من به نزد تو بازگردم. مرا قصد این است که میانه تو و خاتون خود شمس النهار به هر حیله‌ای که باشد جمع آورم. پس از آن کنیزک به نزد خاتون خود رفت و گوهری با تشویش خاطر شب را به روز آورد. چون بامداد شد فریضه صبح ادا کرده به انتظار کنیزک نشسته بود که ناگاه کنیزک شادان و خرم آمد. گوهری خبر باز پرسید. کنیزک گفت: من از پیش تو به نزد خاتون رفتم، ورقه علی بن بکار به او دادم. چون ورقه را خواند و از مضمونش آگاه شد از رفتن ابوالحسن محزون شد. گفتم: ای خاتون، از رفتن ابوالحسن ملول مباش و نبودن او را سبب فساد کار مدان که من به جای او بهتر از او پیدا کردم که مردی با رتبه و رازپوش است. پس آنچه که میانه تو و ابوالحسن گذشته بود بیان کردم و از ملاقات تو و علی بن بکار آگاه کردم. اکنون خاتون شوق دیدن تو کرده و میخواهد که با تو گفتگوی کند. باید با هم به نزد خاتون رویم. گوهر فروش چون سخن کنیزک بشنید در عجب شد و دانست که به نزد شمس النهار رفتن کار است بزرگ و خطر است خاطر. به کنیزک گفت که ای خواهر، من از رعیت زادگانم، مرا به ابوالحسن نسبت نتوان داد که او مرد بود بلند قدر و معروف و به دارالخلافه راه داشت و اهل دارالخلافه به او احتیاج داشتند. اما من هر وقت که با ابوالحسن سخن می گفتم از هیبت او می لرزیدم. اگر خاتون تو خواهد که با من گفتگو کند باید در خارج دارالخلافه و از قصر خلیفه دور باشد که مرا طاقت قدم نهادن به دارالخلافه نیست. خلاص که گوهر فروش از رفتن دارالخلافه وحشت و بیم می کرد و کنیزک او را ترغیب می نمود و می گفت باک مدار و هراس مکن. گوهر فروش را از غایت بیم پای سست شد و لرزه بر اندامش افتاد. کنیزک چون او را به انسان ترسان یافت به او گفت اگر رفتن تو به دارالخلافه دشوار است من خاتون رو نزد تو آرم، ولی تو از مکان خود بیرون مرو تا من به نزد تو بازگردم. کنیز این بگفت و برفت و پس از اندک زمان باز آمد و به گوهر فروش گفت
مبادا اینکه در نزد تو غلام یا کنیز باشد. گوهری گفت در نزد من جز کنیزکی سیاهی سال خورده کسی نیست. پس کنیزی شمس برخاسته کنیزکی سال خورده گوهری را به غرفه جداگانه برد و در بر روی او ببست و خود بیرون رفته شمس النهار را با خود بیاورد و خانه از بوی عطر و گلاب معطر شد. گوهر فروش چون او را بدید بر پای خاست. شمس النهار بنشست و ساعت سخن نگفت تا برآسود. آنگاه نقاب از رخ برکشید. گوهر فروش گمان کرد که آفتاب در منزل او بتافت. پس شمس النهار به کنیز خود گفت همین است آن مرد که تو گفتی؟ کنیزک گفت آره همین است. آنگاه شمس النهار روی به گوهر فروش کرده حالش پرسید. گوهر فروش او را ثنا گفت. شمس النهار گفت تو مرا به این بداشتی که به نزد تو آمدم تا تو را از راز خود آگاه کنم. پس از آن شمس النهار سبب آگاهی گوهر فروش را از حال او و علی بن بکار باز پرسید. گوهر فروش از آغاز تا انجام چگونگی بیان کرد. شمس النهار از رفتن ابوالحسن ملول شد و به گوهری گفت ای فلان بدان که ارواح مردمان را با یکدیگر ملایمت و الفت است و هیچ کردار به گفتار صورت نپذیرد و هیچ حاجت به کوشش روا نشود و هیچ کس به رنج راحت نیابد. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 161 در آمد گفت ای ملک جوانبخت. شمس النهار گفت که هیچ کس به رنج راحت نیابد و بجز جوان مردان از کسی مقصود بر نآید. من تو را از کار خود آگاه کردم. اکنون آشکار کردن و پنهان داشتنی راز ما در دست توست. تو می دانی که این کنیزک من راز پوش است و به این سبب در نزد من رتبتی بزرگ و جایگاهی بلند دارد و کارهای مهم من به او مخصوص است. تو نیز او را کرامی بدار و او را از راز خود آگاه گردان. از هیچ چیز بی مدار و آسوده و امین باش که هیچ کار بر تو بسته نشود مگر اینکه همین کنیزک کاری بسته بکشاید. این کنیزک اگر اخبارات علی بن بکار بازگوید تو در میان من و او واسطه تبلیغ باش. پس از آن شمس النهار برخاست و برفت. گوهر فروش در پیش روی او می رفت تا به در خانه برسید. آنگاه گوهری بازگشت و به جای خود نشست، ولی از دیدن حسن و جمال، قدی با اعتدال و سخن گفتنی شیرینی او مدهوش بود و در ادب، شرافت و شمایلی نکوی او فکر میکرد که تا اینکه پس از زمان آرام گرفت و خوردنی خواست. اندک پس خورد و جامه خود تبدیل کرده از خانه به در آمد
و به خانه علی بن بکار رفته او را در بستر بیماری یافت. علی بن بکار چون او را دید گفت در آمدن نزد من دیر کردی و به اندوه من بیفزودی. پس خادمان را فرمود بیرون رفتند و در خانه را فرو بستند. آنگاه به گوهر فروش گفت به خدا سوگند از آن روزی که تو از من جدا گشته ای خورد و خواب بر من حرام شده و من در کار خود حیرانم که مرا صبر و طاقت نمانده. ابوالحسن مرا انیس و همدم بود و کنیزک را می شناخت. چون گوهر فروش سخنی ابن بکار را شنید بخندید. ابن بکار از خندیدن او گریست و این بیت برخواند به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت که تندرست ملامت کند چون من بخروشم. چون گوهری گریستنی ابن بکار دید بگریست و از آنچه که میانه او و کنیز گذشته بود گفت و او گوش میکرد و هر کلمه که از سخنان گوهر فروش میشنید گونه‌اش سرخ میگردید، تنش گاه قوت میگرفت و گاه ضعیف میشد. چون گوهر فروش سخن به انجام رسانید ابن بکار گریست و گفت ای برادر به هر حال من هلاک خواهم شد. کاش که مرگ نزدیک می بود. از تو تمنا دارم که با من مهربانی کنی و من نیز سخنان تو را مخالفت نکنم. گوهری گفت ای برادر این آتش تو فرو ننشیند مگر وقتی که با معشوقه خود جمع آیی، لیکن در این مکان خطرناک محال است. این کار باید در خانه‌ای که در همسایگی خانه من است صورت پذیرد. مقصود من این است که به یک جا جمع آید و شکایتی رنج دوری با هم بگوید. علی بن بکار گفت آنچه دانی بکن که هرچی تو گویی ثواب است. گوهر فروش آن شب در نزد علی بن بکار بماند و به او حکایتی عشاق میخواند تا اینکه بامداد شد. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 162 در آمد گفت ای ملک جوانبخت. گوهری آن شب در نزد علی بن بکار ماند و تا بامداد به او حدیث گفت. آنگاه فریضه صبح به جا آورد و از نزد او برآمده به منزل خود رفت. ساعت نشسته بود که کنیزک در آمد و سلام کرد. او جواب گفت و آنچه که میانه وی و علی بن بکار گذشته بود به او گفت. کنیزک گفت بدان که خلیفه از نزد خاتون به در رفته و مجلس ما جای است، امی و خلوت از همه جاها بهتر است. گوهری گفت سخن تو راست است، ولی منزل شما چون منزل من نیست. منزل من امینتر و خلوتر است. کنیزک گفت رأی تو رأی است صواب. من نزد خاتون رفته گفته های تو را به او بگویم و او را از رأی تو آگاه کنم. پس کنیزک برفت و ماجرا به خاتون گفت و باز به خانه گوهری برگشت و گفت خاتون سخن تو بپذیرفت. پس کنیزک بدره زر برآورده گفت خاتون تو را سلام رساند و گفت که این زرها صرف ضیافت ما کند.
گوهری سوگند یاد کرد که از آن زرها چیزی صرف نکند. کنیزک زرها برداشته به نزد خاتون خود بازگشت. گوهری به خانه همسایه رفته فرش و دیگر اسباب و انجام و ظرفهای نقره و چینی مهیا کرد. خوردنی نوشیدنی به آنجا حاضر آورد. چون کنیزک آمد و به کارهای خود نظر کرد، شگفت ماند و او را به آوردن علی بن بکار امر کرد. گوهری گفت که او را جز تو دیگر حاضر نکند. پس کنیزک به نزد علی بن بکار رفته او را آورد. چون علی بن بکار آمد، گوهری برخاسته استقبال کرد، تهنیت گفت و در مکان شایسته و لایق بنشاند و ریاحین و عطریات به ظرفهای بلور به پیش او بگذاشت و در نزد او نشسته سخن می گفت که کنیز رفت و پس از نماز مغرب با شمس النهار و دو کنیز دیگر آمدند. چون علی بن بکار را دید و ابن بکار به او نظر کرد، هر دو به خود افتادند و ساعت به خود بودند. چون به خود آمدند با هم گفتند. پس از آن گوهری پرسید که شما را به طعام میل هست؟ گفتند آره. او طعام حاضر آورد، بخوردند و دست بشستند. آنگاه آنها را به مجلس دیگر برد و از برای آنها باده آورد. باده بنوشیدند و سرمست شدند. پس شمس النهار گفت نکویی بر ما طعام کردی، عود حاضر کن تا ما را عیش و طرب تمام شود. پس گوهری برخاسته عود حاضر آورد. شمس النهار عود بگرفت، تارهای آن را محکم کرده بنواخت و این ابیات برخواند: خوش بود یاره و یاره در کناری سبززاره، مهربانان روی برهم از حسودان بر کناره. راحتی جان است رفتن با دلارام به صحرا، عین درمان است گفتن درد دل با غمگساره. هر کی را با دلستان عیش را افتد زمانه، کو غنیمت داند که نادر در کمند افتد شکاره. عقلها از شنیدن این آواز حیران گشت و نزدیک بود که مجلس از طرب به رقص آید. پس از آن دور دیگر باده نوشیدند. آنگاه کنیزک عود بگرفت و تارهای آن راست کرده بنواخت و این ابیات خواند: امشب براستی شب ما روزی روشن است، عید وصال دوست علی رغم دشمن است. باد بهار می گذرد یا نسیم صبح، یا نکهت دهان تو یا بوی لادن است. گردن نهم به خدمت و گوشم نهم به قول، تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است. گوهر فروش آنها را در آن منزل گذاشته خود به جای دیگر رفت و تا بامداد بخفت. چون بامداد شد فریضه به جا آورده قهوه بخورد و میخواست که به نزد آنها رود که همسایه او آمد و گفت: ای برادر، چی ماجرایی است که دوش بر تو رفته؟ گوهری گفت: ای برادر، بازگو که در آن خانه دوش چی روی داده است؟ همسایه گفت: دوستان روزی پیش به خانه فلان همسایه رفته مال او را برده و او را کشته بودند. تو را دیدند
که به آن خانه فرشها و ظرفها میبری؟ شب به آنجا آمده هرچی داشته بردند و مهمانانی تو را کشتند. گوهری قوتی برخاسته نداشت، به زور از آنجا برخاسته با آن همسایه به آن خانه رفت. دیدند که خانه خالی است و هیچ چیز در آنجا نمانده است. گوهری به کار خود حیران شد و گفت از تلف شدن متاع خانه اگرچه بسیاری از آنها را به عاریت گرفته بودم، چندان باک ندارم که صاحبان مال چون بدانند مال مرا دزد برده و خانه مرا غارت کردند، عذر مرا خواهند پذیرفت. اما از علی بن بکار و شمس النهار خواسته خلیفه به هراسم که مبادا کار آنها آشکار شود و من در هلاکت افتم. پس از آن گوهر فروش رو به همسایه آورده گفت تو مرا برادر، همسایه و ای پوش هستی، به من راهنمایی کن و در این فلاکت مرا یاری نمایی. آن مرد گفت رأی من این است که تو صبر کنی، از آن که دزدانی که به خانه تو آمده متاع تو را برده اند. اینچنین از دارالخلافه جماعتی را کشته اند و از خانه صاحب شرطه نیز کسی را کشته اند. گماشتگان شحنه از بحر آنها می گردند، شاید آنها را بیابند. تو را نیز مراد به کوشش و رنج حاصل شود. چون گوهری سخن او را شنید به خانه خود بازگشت. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 163 در آمد، شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت. گوهر فروش چون سخنی همسایه شنید به خانه خود بازگشت و به خود گفت ابوالحسن را بیم از چنین واقعه بود که بر من روی داد و از بحر همین که به بصره روان شد. از آن فلاکتی که او گریخت من در افتادم. پس آهسته آهسته دزدیده شدن متاع خانه گوهر فروش به گوش همه کس رسید و از هر سو به او روی آوردند. بعضی دلجویی و بعضی سرزنش می کردند. گوهر فروش از غایت اندوه و خوزی چیزی از گلویش نمی گذشت. روزی با افسوس و ندامت نشسته بود که خادمی از خادمانش در آمد و به وی گفت شخصی به در ایستاده تو را می خواهد، من او را نمی شناسم. گوهری برآمد و او را سلام کرد ولیکن نشناخت. آن مرد به گوهر فروش گفت مرا به تو سخنی هست که اندوه تو را ببرد، ولیکن در این مکان نتوانی نشست، خانه دیگر باید رفت. پس از آن مرد گوهری را از این خانه به آن خانه و از آن مکان به آن مکان می گردانید تا شب در آمد و گوهری از او هیچ نمی پرسید و می رفت. به دجله رسیدند. زورق حاضر شد، به آن نشسته به آن سوی دجله شدند و از زورق برآمدند. آن مرد دست او بگرفت و به محله برد که وی آن محله را هرگز ندیده بود. پس آن مرد به در خانه بیستاد و در خانه بگشاد و او را به خانه برده در خانه را به قلف آهنین محکم ببست. پس او را از دهلیزها گذرانده به نزد 10 تن مرد برسانید که گویا هر 10 تن با هم برادر و به یکدیگر شبیه بودند. آن مرد آنها را سلام داد.
آنها رد سلام کردند و به گوهری اجازتی نشستن دادند. گوهری گوید که من نشستم و از غایت رنجی که برده بودم ضعف بر من چیره شد. برویم گلاب افشانیدند و شراب نوشانیدند و خوردنی از برای من بیاوردند. خوردنی بخوردیم و دست بشستیم و هر یک به جای خود نشستیم. آنها گفتند آیا ما را میشناسی؟ گفتم به خدا سوگند که در همه عمر شما را ندیدم و همین مردکی را که مرا به سوی شما آورد نیز نمیشناسم. آنها گفتند ما را از کار خود آگاه کن و سخن به راستی بگو. من به آنها گفتم بدانید که مرا حالت است عجیب و کار است غریب. آیا شما از کار ما آگاهی دارید یا نه؟ آنها گفتند بله، ما کسانی هستیم که متاع خانه تو را برده ایم و رفیق تو را با آن دختری که سرود میخواند به دست در آورده ایم. چون در آنها آثار بزرگی مشاهده کردیم با آنها به یک جا نشستیم. من به آنها گفتم رفیق من و آن دخترک کجایند؟ آنها اشاره به پسی خانه کرده گفتند که در آن جایند. ولیکن ای برادر به خدا سوگند که هیچ یکی از ما راز آنها را آشکار نکرده و پرده آنها بر نداشته و از آن وقت که آنها را آورده ایم حال آنها را نپرسیده ایم و از برای همین بود که آنها را نکشته ایم. تو اکنون حقیقت کار آنها به ما بگو که تو و آنها در امان هستید. گوهر فروش میگوید که چون من این سخنان شنیدم نزدیک شد که از بیم هلاک شوم و به آنها گفتم که جوانمرد یافت نشود مگر در نزد شما و اگر در نزد من رازی باشد که از آشکار کردن آن ترسم جز سینه شما جای دیگر آن راز را پنهان نخواهد داشت. و آنها را تعریف می کردم تا آنکه بر من چنین معلوم شد حدیث گفتن من از پنهان داشتن راز سودمندتر است. آنگاه تمامتی آنچه روی داده بود باز گفتم. چون حکایت شنیدند علی بن بکار و شمس النهار را حاضر کرده گفتند اینک علی بن بکار و شمس النهار. آنگاه از آنها عذر خواستند و به من گفتند آنچه که از خانه تو آورده بودیم پاره تلف شد و پاره دیگر باقی است. پس متاعی که حاضر بود به من رد کردند و به من عهد کردند آنها را خودشان به خانه من بیاورند و باقی متاع را نیز به من رد کنند. پس ما از آن خانه به در آمدیم. اما علی بن بکار و شمس النهار از بیم به هلاکت نزدیک بودند. من پیش آنها رفته سلام کردم و گفتم به کنیزکان شما چی گذشت و آنها به کجا رفتند؟ گفتند ما را از آنها خبری نیست. پس همه با همراه گشتیم تا به مکانی که زورق در آنجا بود برسیدیم. ما را به زورق گذاشته و آن سوی دجله گذراندند. از زورق بیرون شدیم. هنوز ننشسته بودیم که سوار چند ما را احاطه کردند. کسانی که با ما در زورق بودند برجسته به زورق نشستند و زورق براندند. من با علی بن بکار و شمس النهار در یک جا بماندیم. نه قدرتی رفتن داشتیم و نه طاقتی نشستن. سواران به ما گفتند که شما از کجایید؟
در جواب حیران ماندیم. من به آنها گفتم کسانی که با ما بودند آنها را نمی شناسیم، ولیکن ما حافظان و نوازندگان هستیم. قصد گرفتن ما کردند که از برای آنها بزم کنیم. سواران به علی بن بکار و شمس النهار نظر کرده به من گفتند که سخن براستی نگفتی، راست بگو که شما کیستید و از کجایید و به کدام محله ساکن هستید؟ من ندانستم که چی گویم. شمس النهار پیش سرهنگ سواران ایستاده به او سخن گفت. سرهنگ از اسب خود به زیر آمد و شمس النهار را بر اسب نشانده لجام اسب گرفت و همچنین علی بن بکار و من را سوار کردند. سرهنگ سواران ما را همه برد تا در کنار دجله به جای رسیدیم. سرهنگ ملاحان را صدا داد. جماعت آمدند. سرهنگ ما را به زورق نشاند و خود با یارانش به زورق دیگر بنشستند و زورقها همه راندند تا به دارالخلافه رسیدیم. ما از غایت ترس مرگ را عیان دیدیم. آنگاه از زورق برآمدیم. سرهنگ سواران شمس النهار را به دارالخلافه برد. جمع از سواران با ما بودند تا به خانه علی بن بکار رسیدیم. چون به خانه در آمدیم ما را ودا کرده رفتند، لیکن ما از غایت ترس و بیم از آنجا قوت برخاستن نداشتیم و روز از شب نمی شناختیم. تا شام به همین حالت بودیم تا اینکه علی بن بکار به خود بیفتاد. زن و مرد به او گریستند و او مانند مردگان افتاده بود. جمع از پیوندان او بر من گرد آمده گفتند هرچی که به فرزند ما رسیده بازگو و سبب این حالت بیان کن. من به آنها گفتم ای قوم، من بد نکردم، با من بد مکنید. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 164 در آمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت. گوهر فروش گفت با من بد نکنید و صبر کنید که او به هوش آمده خود قصه خود را بیان کند. پس از آنها را از رسوایی ترسانیدم و به آنها درشتی کردم. در همین کشاکش بودیم که علی بن بکار به جنبش آمد. پیوندانش فرحناک شدند و گلاب به او افشاندند. چون به هوش آمد از حالتش باز پرسیدند. او سخن میکرد ولی یارای گفتار نداشت. من خواستم که بیرون آیم، پیوندانش مرا منع کردند. علی بن بکار به آنها اشارت کرد که مرا منع نکنند. آنها مرا رها کردند. من بیرون آمدم و به خانه خود رفتم. پس چون به خانه خود رسیدم و پیوندان من مرا دیدند ترسکی بر روی خود زدند. من با دست خود آنها را به سکوت اشاره کردم. ساکت شدند. من به بستر افتاده باقی شب را تا فردا وقتی پیشین بی خود بودم. چون به خود آمدم عیال و فرزندان خود را دیدم که بر من گرد آمدند. من گفتم شراب از برای من آوردند. به قدری کفایت شراب خوردم و حالم بهتر شد و از متاعی که در خانه من تلف شده بود جویان شدم که آیا چیزی از آن آوردند یا نه. گفتند
بعضی از آن متاعها را شخصی آورده به در خانه انداخت و ما او را ندیدیم. من قدر آرام گرفتم و 2 روز به خانه نشستم. قدرتی برخاستن نداشتم. چون پایم قوت گرفت به گرمابه رفتم و مرا دل به نزد شمس النهار و ابن بکار بود. خبری آنها نشنیده بودم و قدرتی رفتن به خانه ابن بکار نداشتم. در خانه خود از بیم هلاک آرام گرفتن نمی توانستم. پس از آن از کرده ها توبه کردم و شکر عافیت به جا آوردم. چون دیرگاه بر این بگذشت، نفس بر من وسوسه کرد که به آن سوی روم. چون خواستم بروم، زنی بر در ایستاده یافتم. نیک نظر کردم، کنیزی شمس النهار بود. چون او را شناختم، روان شدم و در رفتن شتابیدم. کنیزک نیز از عقب من روان شد. مرا از آن هراس در دل پدید آمد. من هرچی به سوی او می نگریستم، بیم من افزون می گشت و او هر لحظه به من می گفت مرو که با تو سخنی دارم. من با او التفات نکرده می رفتم تا در جای خلوت به مسجد برسیدیم. کنیزه به من گفت به مسجد درآ که یک لحظه با تو سخن گویم و از هیچ چیز هراس مکن. من به مسجد در آمدم و 2 رکعت تحیت مسجد به جا آوردم. پس از آن به کنیز گفتم چی از من میخواهی؟ او حال من پرسید. من سرگذشت خود و علی بن بکار را بیان کردم و به او گفتم که در نزد تو خبر چیست؟ کنیزه گفت بدان که چون دزدان را دیدم که در خانه تو را شکستند و به خانه در آمدند، من از آنها ترسیدم. غایت هراس من از این بود که مبادا آنها از نزد خلیفه آمده باشند و مرا با خاتونم شمس النهار بگیرند. پس من با 2 کنیز دیگر به فراز بام رفته خودها را از مکانی بلند انداختیم و گریختیم تا به دارالخلافه رسیدیم و در گوشه پنهان گشتیم تا آن که شب تاریک شد. پس دریچه سمت دجله بگشادیم. ملاحی را که آن شب من را آورده بود آواز دادیم. با او گفتم که از خاتون خبر ندارم، من را به زورق بنشان تا او را جستجو کنم. ملاح من را به زورق بنشاند و در دجله می رفتیم تا اینکه شب از نیمه گذشت. آنگاه زورقی دیدم که به سوی دریچه می رود و مرد زورق می راند. چون نیک نظر کردم، مرد دیگر با زنی دیدم که زن به خود افتاده بود. پس زورق براندند تا به کنار رسیدند. چون از زورق برآمد دیدم که شمس النهار است. من نیز از زورق برآمدم. چون او را بدیدم از غایت فرح نزدیک شد که دیوانه شوم، زیرا که من طمع از وی بریده بودم. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 165 در آمد گفت ای ملک جوانبخت. کنیز به گوهر فروش گفت که از زورق برآمده به سوی شمس النهار رفتم و از غایت فرح نزدیک بود که عقل از من برود. چون پیش رفتم مرا فرمود که 1000 دینار به آن مردی او را آوردگی بدهم. پس از آن من و آن کنیزک او را برداشته به خوابگاهش رسانیدیم. آن شب را با حالت ناخوش به روز آورد و بامدادان
حکم کرد که خادمان و کنیزکان به نزد او نآیند. آن روز را نیز با پریشانی به شب رسانید. روزی دوم اندک بهتر شد. من او را چنان یافتم که از گور برآمده باشد و به مردگان مانند بود. آنگاه گلاب بر او فشاندم و جامه او تبدیل دادم و دست و پای او را شستم و به دلداری و مهربانی برنشستیم. چیزی از خوردنی و نوشیدنی به او خورانیدم و پوشانیدم. اندک عافیت به او راه یافت. گفتم ای خاتون، چرا به خودت دل نمی سوزد و به جوانی خود رحم نمی کنی؟ تو را رنج و مهنت افزون گشت و به هلاکت نزدیک شدی. شمس النهار گفت ای کنیز، به خدا سوگند مرا مرگ آسانتر از این ماجراست، از آنکه خواه ناخواه من کشته خواهم شد. دزدان چون ما را از خانه گوهری به در بردند، از من پرسیدند کیستی و کاری تو چیست؟ من گفتم از کنیزکان مغنیه هستم. سخن مرا صدق دانستند. پس از آن از علی بن بکار پرسیدند که تو کیستی و شغل تو چیست؟ او گفت که من از کنیززادگان هستم. ما را گرفتند و به مکان خود بردند. چون جامه های فاخر و عقدهای گوهر به مرصع مرا بدیدند، از کار من حیران ماندند و گفتند که چنین عقدها کنیزک مغنیه را نشاید. پس از آن به من گفتند حکایت را براستی بیان کن. من با خود گفتم که ناچار از بحر این زیورهای زرین و مرصع مرا خواهند کشت. پس من هیچ نگفتم. آنگاه روی به علی بن بکار کرده به او گفتند تو راست گو، از کجایی؟ تو را هیئت به هیئت رعیت زادگان نمی ماند. علی بن بکار نیز خاموش شد و هیچ نگفت. الغرض ما راز خود می پوشیدیم و می گریستیم. خدای رؤوف دلهای دزدان به ما مهربان کرد و به ما گفتند صاحب آن خانه که شما در آنجا بودید کیست؟ ما گفتیم که خانه از فلان گوهر فروش است. یکی از آنها گفت من او را نکو می شناسم و خانه ای را که او در آنجا ساکن است می شناسم و من او را همین ساعت می آورم. دزدان مرا در جای تنها و علی بن بکار را در جای دیگر تنها جا دادند و به ما گفتند که راحت باشید که شما در امان ما هستید و از آشکار شدن راز نترسید. یکی از آنها به نزد گوهری رفت و او را پیش ما آورد و قصه ما به او گفت. پس از آن یکی از دزدان زورق آورده ما را به زورق شناند و به سوی دجله بردند و ما را به آنجا گذاشته رفتند. آنگاه سوار چند از یاران اساس آمدند و گفتند شما کیستید؟ من به سرهنگ آنها گفتم که من شمس النهار خاصه خلیفه هستم. دوش به دیدن یکی از زنهای ووزه را بیرون آمدم. دزدان مرا گرفتند و به این مکان آوردند. چون شما را دیدند گریختند. چون سرهنگ سواران سخنی مرا شنید، از اسب به زیر آمده مرا بر اسب شناند و همچنین گوهر فروش و علی بن بکار نیز سوار کرده آوردند. اکنون آتش دل من از بحر آنها شررافروز است. پس به نزد گوهری شو و او را سلام کن و خبری علی بن بکار را
از او بپرس. کنیزک گوید من او را ملامت کردم و بترسانیدم. او بانگ بر من زد و خشمگین شد. من از نزد او خسته پیش تو آمدم تا حالی علی بینی بکار از تو باز پرسم. باز خواهش دارم که قدر مال از من قبول کنی، زیرا که تو از یاران بس شماع با عاریت گرفته بودی که جمله تلف شدند و بر تو واجب است که عوض آنها را رد کنی. حالا تو در همین جا ایستاده باش تا من باز گردم. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 166 در آمد گفت ای ملک جوانبخت، کنیز گفت که در همین جا بیست تا من برگردم. کنیزک که رفت باز آمده مالی که با خود آورد و به گوهری داد و گفت ای خواجه، تو را در کجا باز بینم؟ گوهری گفته است که من به کنیز گفتم به خاتون بگو همین ساعت به خانه خود رفته از برای خاطر تو به هرچی از آن دشوارتر نباشد به گردن میگیرم و در رسانیدن تو به علی بینی بکار تدبیر کنم. پس کنیزک مرا ودا کرده بیرفت. من مال برداشته به منزل بیامدم و شمردم که 5000 دینار بود. هر کس را که متا در پیش من تلف شده بود عوض بدادم. پس از آن خادمان برداشته با آن خانه دیگر که دزدان متاع از آنجا برده بودند رفتم. استای دوردگر و گلکار حاضر آورده خانه را بهتر از پیشتر تعمیر کناندم و مهنت‌های پیش را فراموش کردم. پس روانه خانه علی بینی بکار شدم. چون به خانه او رسیدم یکی از غلامان او رو به من آورده گفت غلامان خواجه من شب و روز در جستجوی تو هستند. خواجه وعده کرده است که هر کس تو را بیاورد او را آزاد کند. حالا غلامان از بهر تو می گردند، اما خواجه‌ام گاه به هوش می آید و گاه به خود می گردد. هر وقت که به هوش می آید نام تو ورد زبانی اوست و می گوید ناچار لحظه پیش من آرید. گوهری گفته است که با همان غلام نزد خواجه او رفتیم. دیدم که یارای سخن گفتن ندارد. در بالین او نشستم. چشم بگشود. چون مرا دید بگریست و گفت خوش آمدی. من او را برداشته بنشاندم و به سیمای خود بگرفتم. آنگاه به من گفت که ای برادر، بدان از آن وقت که به بستر افتاده بودم قدرت نشستن نداشتم. حمد خدا را که تو را باز دیدم. گوهر فروش گفت من او را به کنار گرفته برخیزاندم و قدم چند به راهش بردم و جامه او را تبدیل کردم و شرابش نوشاندم. اندک عافیت بر حال او راه یافت. آنچی از کنیز شنیده بودم به او گفتم. وی غلامان را اشاره کرد، پراکنده شدند. آنگاه به من گفت ای برادر، دیدی که از روزگار چی بر ما رفت؟ پس از من عذر خواست
و حال من باز پرسید. من ماجرا از آغاز تا انجام بیان کردم. در عجب شد و خادمان را فرمود که فلان چیز و فلان چیز بیارید. خادمان فرش‌های قیمت بها و ظرف‌های زرین و سیمین زیاده بر آنچه در خانه من تلف شده بود آوردند و همه را به من بدادند. آنها را به منزل خود فرستاده و خود آن شب را در نزد او به روز آوردم. چون صبح روشن گشت به من گفت: بدان که هر چیز را غایت و نهایت است و غایت عشق یا مرگ یا وصل، ولی من به مرگ نزدیکترم. کاش پیش از این می‌مردم و آن چیزی که بر ما رفت حدیث نمی شد. اگر نه لطفی پروردگار با ما بود، هر آینه رسوا می شدیم. اکنون نمی دانم که چاره کار چیست و چگونه خلاص خواهیم یافت. اگر از خود نمی ترسیدم، خود را هلاک می کردم. ای برادر، بدان که من چون مرغی هستم که در قفس باشد و من از این غصه هلاک خواهم شد. لیکن نمی دانم که هلاکی من کدام وقت خواهد بود. پس از آن آب از دیدگان بریخت. گوهرفروش به او گفت: ای خواجه، من می خواهم که به خانه خود بازگردم. شاید کنیزک خبری به من بیارد. علی بن بکار گفت: برو، ولی به زودی بازگرد و خبری که باشد از برای من بیار. گوهری گفته است که من او را ودا کرده به خانه خود بازگشتم. هنوز ننشسته بودم که کنیزک آمد و او می گریست و فغان می کرد. من به او گفتم: سبب این حالت چیست؟ گفت: یا سیدی، از آنچه هراس داشتیم بر ما روی داد. دیروز چون من از نزد تو رفتم، دیدم که شمس النهار بر یکی از آن دو کنیز که آن شب با ما آمده بودند خشم آورده و به آزردن او امر کرده و آن کنیزک از ترس سیده گریخته یکی از دربانها او را گرفته و می‌خواسته است که به نزد خاتون بازگرداند. کنیزک ماجرای شمس النهار را به او بیان کرده و خبر به خلیفه رسید و خلیفه امر فرمود که شمس النهار را با اموال او به دارالخلافه نقل کنند و 20 تن خادمان گذاشته. تا کنون من شمس النهار را ندیدم و ندانستم که در کار خود و کار شمس النهار چه حیله سازم که او در من راست پشتر کس ندارد. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 168 در آمد گفت: ای ملک جوانبخت. کنیزک گفت: نزد او از من راست پشتر کس نیست. تو زود نزد علی بن بکار شو و خبر به او بازگو که آماده شود که اگر پرده از روی کار بیفتد تدبیر کرده خود را خلاص کنیم. گوهری گفت که من از این خبر در حزن و اندوه شدم و جهان بر من تیره گشت. کنیزک خواست بازگردد. من به او گفتم: تدبیر چیست؟ گفت: تدبیر همین است که اگر علی بن بکار با او دوست است و تو نجات او می خواهی، باید به نزد او روی و حکایت به او بازگویی. من هم می روم که از احوال با خبر شوم. پس کنیزک مرا ودا کرده رفت. من نیز برخاسته بیرون آمدم
و رو به خانه علی بن بکار کردم. او را دیدم که خود را وعده وصال می دهد و آرزوی محال می کند. چون مرا دید که زود به سوی او برگشتم، گفت چون است که به این زودی بازگشتی؟ گفتم از آرزوهای دیرانجام درگذر و این هوای و هوس به یک سونه که حادثه روی داده است که تو را جان و مال تلف خواهد شد. چون این سخن شنید حالت او دیگرگون گشت و به بیم اندر شد و گفت ای برادر، آنچه روی داده بازگو. گوهرفروش آنچه از کنیزک شنیده بود باز گفت و در آخر گفت اگر تو امروز تا شام در خانه خود بمانی البته تلف خواهی شد. پس علی بن بکار بیهوش شد و نزدیک بود که روان از بدنش جدا شود و ساعت بیهوش بود. آنگاه به گوهرفروش گفت ای برادر، چه کار باید کرد که تو را تدبیر چیست؟ گوهری گفته است که به او گفتم تدبیر این است که از مال خود چندان که توانی برداری و به غلامان خود که به آنها اعتماد داری به شهری دیگر رویم. علی بن بکار گفت بسیار خوب. پس برخاست و گاه می افتاد و در کار خود حیران بود. آنگاه قدر مال برداشته پیوندان را معذورت گفت و وصیت بگذاشت و 3 شتر بار کرده بر اسب خود سوار شده. من نیز چنان کرده پنهانی به در آمدیم و آن روز تا هنگام شام و شب تا سحرگاهان می رفتیم. آنگاه بارها فراوردیم و شتران بزدیم و خواب رفتیم. از بس که رنج برده و از مشقت سفر آزرده بودیم از خود غفلت کردیم. دزدان بر ما گرد آمده مال ما را تمام گرفتند و غلامان را کشتند و ما را در بدترین احوال گذاشته رفتند. پس ما برخاسته تا بامدادان می رفتیم تا بر شهر رسیدیم و قصد مسجد آن شهر کردیم و در پهلوی مسجد با تنی برهنه آن روز را به شب آوردیم. چون شب در آمد به مسجد در آمدیم و آن شب را به نان و آب در مسجد به روز آوردیم. چون صبح شد فریضه ادا کردیم و نشسته بودیم که ناگاه مرد در آمد و ما را سلام کرد. آنگاه رو به ما کرده گفت ای جماعت، شما غریب هستید؟ گفتیم آره، دزدان بر ما راه گرفته ما را عریان کردند و به این شهر آمده کس را نمی شناسیم. آن مرد گفت اگر خواهید به خانه من درآیید. گوهری گوید که من به علی بن بکار گفتم برخیز که به خانه این مرد برویم و از 2 چیز خلاص یابیم. یکی این که شاید کسی بیاید و ما را در این احوال بیند، آنگاه رسوا خواهیم شد، و دیگر این که ما مردمانی هستیم غریب و راه و جای ندانیم. علی بن بکار گفت هرچی دانی بکن که مخالفت نخواهم کرد. پس آن مرد دوباره گفت که ای غریبان برخیزید و بیایید. گوهری گفت خوب شده است. پس از آن مرد چیزی از جامه خود برآورده بر ما پوشانید و مهربانی کرد. ما برخاسته با او به سوی خانه‌اش رفتیم. آن مرد در بکفت. خادمکی خردسال در بگشاد. آن مرد
داخل خانه شد، ما نیز بر اثر او رفتیم. پس از آن بقچه حاضر آورده لباس نو بر ما پوشانید و ما نشسته بودیم که کنیزک مانده آورد و در پیش روی ما به زمین نهاد. ما اندک چیز خوردیم، مانده برداشت. ما در آنجا بودیم تا شب درآمد. علی بن بکار بنالید و گریست و به گوهر فروش گفت: ای برادر، بدان که من البته هلاک خواهم شد و می خواهم که وصیت به تو بگویم. وصیت من این است که و او را با خبر کن که به این مکان بیاید و به ماتم من نشیند و به او بگو که به جدایی من شکیبا شود. چون این سخنان بگفت به خود افتاد. چون به خود آمد، آوازی دخترکی را از دور شنید که سرود می‌خواند. علی بن بکار گوش به دخترک داده آواز می‌شنید. گاهی بیهوش بود و گاهی به هوش می آمد، گاهی می گریست و گاهی می نالید. دخترک آواز بلند کرده این دو بیت برخواند: پشت از غم او چو چنبری دف دارم، از لشکر رنج پیش دل صف دارم. جانی که ز هجران تو پرتف دارم، اندر طلبت نهاده بر کف دارم. چون ابن بکار خواندن دختر بشنید، فریاد برکشید و روانش از تن جدا گشت. گوهر فروش گفت: چون دیدم علی بن بکار بیمرد، او را به صاحب خانه سپردم و به او گفتم: بدان که من به بغداد خواهم رفت تا مادر و پیوندان این جوان را بیاورم که از برای تجهیزش حاضر شوند. پس من به بغداد آمده به خانه خود رفتم و جامه تبدیل کردم و به خانه علی بن بکار رفتم. چون غلامان او مرا دیدند، بر من جمع آمدند و حال علی بن بکار پرسیدند. من به آنها گفتم که از مادر علی بن بکار اجازه خواهید که من نزد او روم. اجازت خواستند. جواب داد. من به نزد او رفته سلامش کردم و گفتم: هر وقت که خدا کاری را خواهد البته خواهد شد و از قضای پروردگار گریزگاهی نیست. هیچ جانوری به اذن خدا نمی میرد. مادر علی بن بکار از سخن من دانست که پسرش مرده است. بگریست مانند گریستن فرزند مرده ها. پس از آن گفت: به خدا سوگند می دهم که بازگو از پسرم چی خبر داری؟ مرا از بسیاری ناله و گریه قدرت جواب نماند. چون مرا به این حالت یافت، از گریه گلوگیر شد و به خود افتاد. چون به خود آمد گفت: فرزندم چگونه شد؟ گفتم: خدا در مصیبت فرزند خودت را اجر دهد. آنگاه حکایت او را از آغاز تا انجام باز گفتم. از من پرسید که آیا چیزی به تو وصیت کرد؟ گفتم: آره، به من وصیت کرد. پس از آن چی وصیت کرده بود به او باز گفتم و اشاره کردم که به تجهیز او بشتاب. چون مادر ابن بکار از ماجرا آگاه شد، به خود بیفتاد. چون به خود آمد، به آنچه گفته بودم آهن کرد
و من به خانه خود بازگشته و با حزن و اندوه می رفتم و در کار علی بن بکار به حیرت و فکر بودم که ناگاه زن دست مرا گرفت. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد. شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شبی 168 در آمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. گوهری گفت: ناگاه زن دست مرا گرفت. چون نیک نظر کردم دیدم کنیزی شمس النهار است، ولی بس شکست خاطر و پریشان حال است. چون یکدیگر را شناختیم هر دو گریان گشتیم تا خانه بیامدیم. پس به او گفتم: دانستی که علی بن بکار را کار چگونه شد؟ گفت: نه، نمیدانم. من او را از حادثه خبردار کردم و از حال خاتونش باز پرسیدم. گفت: خلیفه در حق او سخن کس نپذیرفت و کارهای او را به درستی حل کرد و به او گفت: ای شمس النهار، تو در نزد من بسی عزیز هستی و از بحر مالش خصم من همه کار از تو تحمل کنم. پس از آن خلیفه امر کرد قصر از برای او جدا کردند و غرفه را از استبرق و دیبا فرش نمودند و از آن روز شمس النهار در نزد خلیفه رتبتی بلند و جایگاهی بزرگ داشت. اتفاقا روز به آدمی مقرری خلیفه با شمس النهار به باده گساری بنشستند و دیگر خاصگان خلیفه حاضر بودند و هر کدام در رتبه خود نشسته بودند. خلیفه شمس النهار را در نزد خود نشانده بود. در آن هنگام خلیفه کنیزک را خواندن فرمود. کنیزک عود گرفته نواخت و این ابیات برخواند: به چشم کرده ام ابروی ماه سمایه، خیالی سورقد نقش بسته ام جای، در آن مقام که خوبان به غمزه تیغ زنند. عجب مدار سر افتاده در پایه، به روزی واقعه تابوت ما زی سرو کشید، که می رویم به داغی بلند بالایه. چون شمس النهار خواندن کنیزک شنید طاقتی نشستن نماند و به خود افتاد. خلیفه قدح از دست بیانداخت و او را پیش خود بکشید و فریاد زد. کنیزکان نیز فریاد برآوردند. پس خلیفه خواست که او را بردارد. مرده‌اش یافت و به مرگ او محزون گشت. فرمود که عود و دف و چنگ و آلات شراب را بشکستند و شمس النهار را در حجره گذاشت. خود نیز باقی آن شب را در نزد او به روز آورد. چون روز شد فرمود که غسلش دهند و کفنش کنند و به خاکش سپرند. خود اندوهناک بنشست و از حالت او نپرسید و کار او را تفتیش نکرد. پس از آن کنیزک به گوهر فروش گفت: تو را به خدا سوگند می دهم که وقتی بیرون آمدن جنازه علی بن بکار مرا با خبر کن و هنگام به خواب سپریدن او مرا حاضر گردان. گوهری به کنیزک گفت: مرا به هر جای توان یافت، ولی بر تو رسیدن مشکل است. کنیزک گفت: چون شمس النهار را مرگ در رسید
خلیفه کنیسکان خود آزاد کرد و من نیز از آزاد کردگانم و بر تربت شمس النهار مهم هستم. مقبره او در فلان مکان است. پس من با او برخاسته به آن مکان رفتیم و شمس النهار را زیارت کرده از پی کار خود شدیم. پیوسته منتظر جنازه علی بن بکار بودیم تا اینکه جنازه او را آوردند. اهل بغداد از برای جنازه بیرون رفتند. من نیز همان کنیزک را در میان زنان دیدم. بیش از همه اندوهناک بود. در بغداد جنازه ندیده بودم که به اینسان بزرگش شمرند و حرمتش بدارند. پس جنازه را با کمال تعظیم می آوردیم تا به گورستان رسانیده به خاکش سپاریدیم. من پیوسته به زیارت او و شمس النهار می رفتم. شهرزاد گفت آنچه از حدیث آنها به من رسیده همین است